روزی 23 نوامبر سال 2021 دادگاه ولایت ختلان قاتل دخترک 9 ساله در ناحیه خراسان رستم بالتخانov را به حبس ابد محکوم کرد. در رفت مرافعه دادگاه گناه رستم بالتخانov در تجاوز و کشتار دختر نابالغ ساکن ناحیه خراسان با 3 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان، 104 آدم کشی، 138 تجاوز به ناموس و 139 حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی اثبات خود را یافت. دادگاه به این 3 ماده رستم بالتخانov را گناهکار دانسته با مجموع جزاها او را به حبس ابد محکوم کرد. بعد قوه قانونی گرفتن حکم دادگاه رستم بالتخانov به مؤسسه اصلاح نظامش مخصوص گفته شده است. در خبرنامه یادرس میکنیم که نیمه روز 16 آگوست دختر 9 ساله از راه میگذشته است. رستم بالتخانov ساکن دهه مهنتی جماعت هلالی ناحیه خراسان او را با راه فریب به خانه‌اش درآورده به ناموسش تجاوز میکند. بعدا وقتی دخترچه میگوید که از این حادثه به مادرش خبر میدهد او را با راه بوغی کردن میکشد. بعد صادر کردن جنایت بالتخانov جسد دخترک را تا وقتی تاریک شدن پنهان کرده بعدا به جویبار نزدیک خانه‌اش برده میپرتاید.